برای این نوع برک پنیری ما به یه ظرف مستطیلی نیاز داریم که حتما هم توجه کنید که داخل ظرف و دیوارهاش چرب بشه. توی موادمون جعفری خرد شده داریم با پنیر. پنیرمون رو میتونیم پنیر لیقوان استفاده کنیم یا پنیر سفید معمولی. و کامل جعفری رو با پنیر مخلوط میکنیم. مقدار جعفری بستگی به ذائقتون میتونه تغییر بکنه. میتونید جعفری کمتری هم استفاده کنید. و مخلوط شیر و روغنمون هست. و بعد از اینکه موادمون رو مخلوط کردیم میریم که خمیر یوفکا هامون رو آماده کنیم و شروع کنیم به لایه لایه پر کردن ظرفمون. 3 لایه خمیر یوفکا در اول استفاده می کنیم و بین لایه ها از مخلوط شیر و روغن حتما استفاده می کنیم و حتما توجه کنید که مخلوط شیر و روغن رو به همه سطح خمیر یوفکا پخش کنید و همه سطحش خیس بشه. بعد از آخرین لایه مخلوط پنیر و جعفریمون رو میریزیم و سعی میکنیم که این مخلوط رو روی تمام سطح خمیر یوفکامون پخش کنیم. و این کار رو تا آخر که مواد میانیمون تموم بشه تکرار میکنیم که 3 لایه خمیر یوفکا، 1 لایه پنیر و دوباره 3 لایه خمیر یوفکا، 1 لایه پنیر. و سعی کنید که پنیرتون دیگه از 3 لایه بیشتر نشه. اینجوری خیلی بهتر هستش. و تا آخر همین کار رو ادامه میدیم. و آخر سر هر چی که از خمیر یوفکامون اضافه موند رو لایه به لایه روی آخرین لایه پنیرمون میچینیم و بین لایه ها حتما مخلوط شیر و روغن میریزیم و باقی مانده شیر و روغن رو به عنوان رومال روی تمام سطح ظرفمون پخش میکنیم. لایه های خمیر یوفکای من بعد از پنیر تقریبا 7 یا 8 لایه است و بعد آخر سر با یه چنگال تمام سطح خمیرمون رو سوراخ میکنیم تا موقع پخت خیلی پف نکنه. و قبل از اینکه بذاریم توی فرن تمام قسمت هایی که شیر و روغن ریخته رو تمیز میکنیم دور ظرف که توی فرن نسوزه به خاطر اینکه خمیرمون بوی بدی میگیره. فرمون رو که از قبل کامل داغش کردیم رو ظرفمون رو میذاریم داخلش و میذاریم که بپزه. خب برک ما حاضره. ما از فرن خارج کردیم، همینطوری که میبینید کاملا سرخ شده و شروع میکنیم به بریدنش که بریدنش هم اندازه هاش بستگی به خودتون داره که چه سایزی برش بزنید. که من الان این یه لایه‌اش رو برش میزنم و اون حالت لایه لایه بودن رو بهتون نشون میدم. امیدوارم که لذت ببرید و نوش جان کنید.